برای تعویض روغن گیربکس خودروی 207 اتوماتیک اول پیچ اصلی رو باز میکنیم. بعد از اینکه پیچ اولی رو باز کردیم، داخل گیربکس هنوز یه پیچ دیگه هست. اون پیچ اسمش پیچ فول هست. اون پیچ هم رو باز میکنیم تا روغن کامل تخلیه بشه. روغن گیربکس اتوماتیک هم به طور نصفه تخلیه میشه و نصف دیگهش داخل گیربکس میمونه. برای تخلیه کل روغن گیربکس اتوماتیک باید گیربکس پایین گذاشته بشه و اون وقت روغنش کامل عوض میشه. خب پیچ رو باز کردیم و میبینیم که تقریبا نصف روغن خالی میشه. بعد از اینکه روغن تخلیه شد، پیچ فول رو میبندیم و به ته میرسونیم. و بعد پیچ اصلی رو میبندیم و اون رو سفت میکنیم. برای ریختن روغن هم اول هواکش رو به وسیله یک عدد پیشگوشتی و یک عدد آچار 10 باز میکنیم و در اینجا لوله بخار روغن رو هم آزاد میکنیم. خب بعد از اینکه هواکش رو باز کردیم، روی گیربکس یک پیچ قرار داره عین پیچ تخلیه هستش. اون رو باز میکنیم و روغن داخلش میریزیم. بعد از اینکه پیچ رو باز کردیم، قیف رو سر جاش قرار میدیم و روغنمون رو داخلش میریزیم. مقدار روغنی هم که برای خودروی 207 اتوماتیک در نظر گرفته میشه، وقتی که گیربکس خشک باشه کامل 6 لیتر میگیره و الان که نصف خالی شده تقریبا 3 لیتر میگیره و 3 لیتر روغن داخل اون میریزیم. خب این از روغن اولی. این هم از روغن دوم.
اینم روغن سوم. بعد از اینکه روغن ریختیم قیف رو برمیداریم و پیچ رو میبندیم. این پیچ هم مثل پیچ تخلیه گیربکس یکی هست. خب کار ما تموم شد. هواکش رو سر جاش قرار میدیم و به وسیله یه پیشگوشتی و یه آچار هواکش رو میبندیم. خب اینم از اتمام کار تعویض روغن گیربکس اتوماتیک. امیدوارم که این ویدیو رو دوست داشته باشین و به دردتون خورده باشه. تا آموزش های بعدی، خدا نگهدار.